انصاری، نویسنده جوان ایرانی که مانند بسیاری طعم مهاجرت رو چشیده، در آثارش به این مقوله میپردازه: دو رمان پیشین امین، شکار و والس با آبهای تاریک، هر کدوم گوشه‌ای از تجربه ترک وطن و قدم گذاشتن در مسیری نامعلوم رو روایت میکنند. ناپیدایی نام رمان جدید امین انصاریه که توسط نشر نوگام منتشر شده. از امین پرسیدم آیا این رمان ادامه داستان‌های پیشینه و یا تنها پیوند مشترک داره با اونا؟ ادامه دو کتاب قبلی که نه، اما همونطور که در معرفی کتاب اومده روی وبسایت نشر نوگام، میتونه در واقع قسمت سومی از یک تریلوژی به حساب بیاد، اما بازم نه تریلوژی به معنی کلاسیکش، بلکه میتونم بگم که چیزهای مشترکی هست، پیوندهای مشترکی هست بین ناپیدایی و والس با آبهای تاریک و همچنین شکار. از جمله این چیزهای مشترک در درجه اول موقعیتی که کاراکتر اصلی من، پروتاگونیست من، در هر سه رمان درش قرار میگیره، یک موقعیت به ظاهر اجتناب ناپذیر و جریانش به نحوی پیش میره که هرچند پروتاگونیست میخواد که ازش بیرون بیاد، میخواد که باهاش مقابله بکنه، اما در نهایت موفق نمیشه و در واقع به نحوی تسلیم شرایط موجود میشه. در واقع تقدیر و سرنوشت چیرگی پیدا میکنه به خواست و اون چیزی که اون میخواد بهش برسه. مورد بعدی که میتونم ازش صحبت بکنم تکنیک روایته که در هر سه مورد به صورت موزاییکی و متقاطع اتفاق افتاده و در نهایت چیز دیگه که میتونم ازش حرف بزنم راوی هستش که در هر سه این رمان ها اول شخص انتخاب شده، یک من در هر سه این رمان ها وجود داره و این من برای این انتخاب شده که در واقع خواننده به نحوی یک نزدیکی بیشتری رو با کاراکتر و در اون موقعیت پیدا بکنه و حس کنه اون چیزهایی رو که کاراکتر داره تجربه میکنه. این من خیلی دید محدود داره در هر سه این رمان ها. چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بله، این سه ویژگی این سه رمان اخیر رو به شدت به هم متصل میکنه و شاید در کنار هم یک معنی مشترک رو میسازه. والس با آبهای تاریک، رمان پیشین امین انصاری، قصه پناهنده ها بود. از امین پرسیدم ناپیدایی قصه چه کسانی است؟ خانم گیتا گرکانی عزیز، نویسنده و مترجم نامآشنای کشورمون، از ناپیدایی به عنوان قصه فراموش شدگان یاد میکنه که میتونه خیلی درست باشه. اگر بخوام خلاصه بگم، شخصیت اصلی وجود داره در این داستان که فرصت دیده شدن، فرصت بروز درونیات و فرصت تمام کردن چیزهایی که میخواد تمامشون کنه رو پیدا نمیکنه. بیشتر نمیخوام توضیح بدم به خاطر اینکه میترسم داستان رو لو بدم بیش از خونده شدن. رویدادهای واقعی مانند گروگانگیری سیدنی هم به گونه‌ای در این قصه آمدند. از امین پرسیدم چطور داستان رو بین واقعیت و خیال پیش برده. صبح روزی در ماه دسامبر 2014 از خواب بیدار شدم، با این خبر مواجه شدم، تلویزیون رو روشن کردم و از همون ساعت 9 صبح تا 2 صبح فردا که گروگانگیری با تیراندازی به اتمام رسید، ماجرا رو مو به مو در واقع میدیدم و زیر نظر داشتم. همون اوایل صبح هم مشخص شد که گروگانگیر ایرانی هست. خب به عنوان یک مهاجر ایرانی تو این جامعه چند ده هزار نفری، خب بار سنگینیه رفتن زیر کانون این نوع از توجهات با توجه به همه مسائل و حاشیه‌هایی که دولت استرالیا با در واقع مسئله پناهنده ها، مسئله مهاجرات، در نهایت مسئله ریسیزم و نژاد پرستی و همه این ماجرا داره، دوباره میتونست یک موقعیت غیر قابل تحمل یا حداقل بد رو برای مهاجرین ایرانی درست کنه که البته کرد. خب در روزهای آیندهش هم اخبار متنوعی میرسید از دوستان، از محل کارشون و تجربه های بدی که داشتن. خب برای من یه جرقه خیلی آنی اتفاق افتاد که این چیزی که میخوای بنویسی ازش، این چیزی که میخوای در موردش حرف بزنی، در مورد موقعیت یک مهاجر، مسئله مهاجر، مسئله دور بودن از وطن، مسئله اقلیت بودن و در نهایت این
اون قسمت از داستان که برمیگرده به ماجرای ارتباطات عاطفی این فرد، مسئله عشق، مسئله خیانت، چیزایی بود که خیلی وقت بود میخواستم در موردشون بنویسم و یک بار اینها تو سرم با هم ادغام شدن و بابکی به وجود اومد که در هر دوی این جهان‌ها زندگی میکنه و تقلای خودش رو میکنه در هر دوی این جهان‌ها. دیدگاه‌ها نسبت به مهاجرت متفاوته. از امین انصاری پرسیدم در این کتاب چه نگاهی نسبت به مقوله مهاجرت داشته؟ درسته که داستان ناپیدایی در مورد مهاجرت به نحوی خیلی تم خیلی پررنگش مهاجرت، اما باید در نظر داشته باشیم که من روی یک برداشت از مهاجرت کار کردم. درسته که در مورد بعضی از مسائل کلی که نسبت دارم به مهاجرت حرف زدم به سهم خودم، اما با این حال تاکید دارم که تجربه بابک از مهاجرت، تجربه گیسو از مهاجرت تنها دو تجربه از مهاجرت به حساب میاد. پس از والس با آبهای تاریک، این دومین تجربه انتشار الکترونیک کتاب برای امین انصاری بود. از او در مورد این تجربه سوال کردم. تجربه نشر الکترونیک داشتن یک چیز جدیده در متن ادبیات فارسی و نشر نوگام هم ظرف‌های خاص خودش رو داره، اما مسئله که ما باید بهش توجه کنیم راندمان و در نهایت سمت مثبت برداره که به شدت در مورد کیس نشر نوگام که من باهاش تجربه داشتم بسیار مثبت بوده و به قول معروف اگر کار بعدی بخوام منتشر بکنم حتما بهشون فکر میکنم و حتما به نویسنده های دیگه‌ای که دارن خارج از ایران و حتی داخل ایران دارن کار میکنن توصیه میکنم تجربه ممیزی نشدن، تجربه در اختیار عموم قرار گرفتن و رسیدن به مخاطب چیزیه که خیلی از نویسنده های ما تجربه نکردن هنوز، هرچند که ممکنه تعداد زیادی کتاب هم منتشر کرده باشن. از امین پرسیدم تجربه نوشتن خارج از خانه در این چند سال گذشته چطور پیش رفته و در واقع چطوری تونست ادامه پیدا کنه؟ شدن یا نشدن این اتفاق، یعنی توانایی نویسنده در نوشتن دور از خانه نسبت مستقیمی داره با اینکه تونسته ارتباطی رو با جهان پیرامون خودش پیدا کنه، یعنی اینکه تونسته خودش رو در جهان جدید و در جهان نشانه‌های جدید، فرهنگ جدید، تجربه‌های جدید خودش رو تعریف بکنه. یعنی اگر این اتفاق افتاده باشه بله میتونه بنویسه و خوب هم میتونه بنویسه، منظورم اینه که به صورت اکتیو و به صورت پیگیر میتونه بنویسه. شخصا فکر میکنم تونستم این کار رو بکنم، بسیار ازش لذت میبرم و میتونم حتی بگم تو این سه تجربه‌ای که خارج از ایران داشتم هر تجربه جدید لذت بیشتری رو از قبلی به من داده و چیزهای بیشتری رو ازش یاد گرفتم. بنابراین به زرس قاطع و خیلی محکم در مخالفت با این ایده که نویسنده خارج از وطن و دور از وطن نمیتونه بنویسه میخوام بایستم، اعلام کنم که میایستم و دعوت میکنم از کسانی که هر جای دنیا هستن و این امکان رو از خودشون سلب کردن و فکر میکنن که شدنی نیست دست به قلم بشن و خودشون رو و جهانشون رو برای دیگران تعریف میکنن.